یا ما هم تو مسلمان یقین که دیدیم خب گفته همین کافرها از همین مسلمان ها کده خوب است. اگر نه چی؟ والا آدم میکشه تا اگر نه با کشتن خودم کافر نمیشه نه؟ یا کسی که کم ظلم کرده یک سیلی زده یک چپیش کرده 10 تا دوره زدش پورا میگه از کافر کده خوب است. تو میگه پا یک تا کتمه بحث میکرد تو نه که آدم خوردم باشه کلان استاد اگر بگویم پوان پروفیسور مبالغه نمیکن بسیار پروفیسوریش هم در دین گرفته در دین در شریعت مرا گفت که اینمی کافرها از امیا کده خوبه گفتم اشهد ان لا اله الا الله میره مؤمن هم میگه گفتم باز کافر از این کده خوب میگه گفتم اشهد ان لا اله الا الله چی معنی؟ گفتم خودت بفهم دیگه و اشهد ان محمدا رسول الله یک دفعه در میز زد دهان خودم قسم کرد کافر خوب گفتی میفهمی توبه بکن یعنی صفت یهود است هستم یاد یا به ضد و عناد که آمد میگه یا به خاطر پیسه و الله توبه الله نجات بدی چقدر خطرناک کسی گپ نه